هفته‌ای که گذشت ایران شاهد مراسم تشییع و تدفین رهبر پیشین جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای بود و تحلیلگران مختلف اومدن تحلیل‌های ژورنالیستی و سناریووار ارائه دادن در خصوص اینکه اصلا چرا این موقع جنازه خامنه‌ای داره دفن میشه و حواشی مراسم تدفین جنازه خامنه‌ای رو تحلیل کردن. و یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد در این مراسم بحث شرکت کردن 3 تا از 4 پسر خامنه‌ای بود و غیبت مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای 4 تا پسر داره، 2 تا دختر. به ترتیب سن و تولد من برای شما بخونم: سید مصطفی متولد 1344، مجتبی 1348، مسعود 1353، میثم که کوچکترینشون هست 1357 و همینطور 2 تا دختر داره که اونها از پسرها کوچکترن: بشرا متولد 1359 و هدا 1360. خامنه‌ای 37 سال رهبر جمهوری اسلامی بود و در 49 سالگی به سمت رهبری منصوب شد و تا لحظه مرگش هم این سمت رو داشت. خب من توی این لایو میخوام پاسخ اطلاعاتی امنیتی به شما بدم در خصوص اینکه چرا فرزندان خامنه‌ای مصطفی، مسعود و میثم در این مراسم شرکت کردن، اما خیلی هم سالم بودن، یعنی سر حال، اصلا انگار نه انگار جنگ شده، روپا خودشون راه حرکت کردن. اصلا کلا مشخصه که اصلا اینا توی دفتر خامنه‌ای نبودن موقع حمله امریکا و اسرائیل. و حالا یه چیز جالبی هم که خبرنگارا شکار کرده بودن، کفشای خاکی بچهای خامنه‌ای بود، یعنی پسرای خامنه‌ای کفششون خاکی بود وقتی که وارد مصلی تهران شدن برای ادای احترام به پدرشون و خوندن نماز میت. این خیلی جالب بود که مثلا میگفتن آیا اینا کجا بودن که مثلا با کفش خاکی اومدن. کارشناسا خیلی حدس زدن. کلا مراسم تدفین جنازه علی خامنه‌ای از میتونم بگم ویژه ترین مراسم تدفین در دنیا بوده از جهت بانک اطلاعاتی. یکی از مسئولین موساد در حین برگزاری این مراسم گفتش که مراسم تدفین علی خامنه‌ای معدن طلای اطلاعاتی برای ماست. خب حالا مسئولینی که اومدن مشخص شد که عرب‌ها اختلافشون با ایران بر سر یعنی زمین بازی امریکا هستن، وگرنه خود عرب‌ها اختلاف ذاتی ندارن با ایران. هیئت‌های دیپلماتیک از قطر و عربستان و اینا اومدن. رهبران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اومدن، خیلی اومدن. ما کاری نداریم کی اومد، فقط من اینو به شما بگم که من می‌خوام این مراسم دفن علی خامنه‌ای رو می‌خوام از لحاظ اطلاعاتی امنیتی یه بررسی بکنم و همینطور اینکه الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم علی خامنه‌ای در جمکران هست و داره به جنازه علی خامنه‌ای نماز خونده میشه الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم. در هر صورت اتفاقی که افتاد من میتونم بگم که خلاف موازین حقوق بین الملل بود، خلاف بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد بود. مستقیما حمله کردن به یک مقام سیاسی از کشور دشمن این نقض بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد هستش که امریکا و اسرائیل مرتکب شدن. ولی در هر صورت اتفاقی که افتاده و علی خامنه‌ای هم همین مسئله رو پیش بینی می‌کرد، میگفتش که این دفعه اگر حمله کنید پاسخ منطقه‌ای خواهد بود و وقتی علی خامنه‌ای رو در 9 اسفند 404 زدن 2 ساعت بعدش تنگه هرمز بسته شد و جمهوری اسلامی حملاتش رو به امارات شروع کرد. خب کلا مراسم ببینید تو جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مردم هدف قرار گرفتن، ولی مردم هدف اطلاعاتی نظامی نبودن، مردم هدف روانی بودن. ببینید توی جنگ هیبریدی که امریکا رو انداخت علیه ایران، مردم رو هدف قرار داد به خاطر اینکه فشار روانی ایجاد کنه روی حکومت، ولی مردم هدف اطلاعاتی امنیتی نبودن. اونهایی که در واقع هدف نظامی اطلاعاتی بودن مسئولین جمهوری اسلامی بودن. مسئولین جمهوری اسلامی هم تعدادشون که زده شدن هم تو جنگ 12 روزه و هم در جنگ 42 روزه باید بقیه مقام ها شناسایی می‌شدن ببینن کی چه کار است و
دیدید که افرادی اومدن در مراسم دفن علی خامنه‌ای که اصلا تو این 4-5 ماه بیرون نیومده بودن و در جلوی دوربین ظاهر نشده بودن. میتونم بگم با ارزش‌ترین مراسم در دنیا بود از لحاظ اطلاعاتی امنیتی. یعنی هویت سایر مسئولین جمهوری اسلامی رو این مراسم هویدا میکرد، مشخص میکرد. اما داستان اینجاست که چرا مردم هدف حمله امریکا قرار گرفتن از مدرسه میناب بگید تا چندین هزار خونه مسکونی در تهران، خب و شهرهای دیگه. ولی خب مردم هدف روانی هن. یعنی امریکا و اسرائیل مردم را هدف قرار دادن تا مردم فشار روانی بیارن روی ایران برای توقف جنگ. مثل اون پل کرج که دقیقاً ترامپ گذاشت روز 13 به در بزنه که مردم اونجا زیادن، 10 نفر کشته شدن، 100 نفر هم زخمی شدن. میتونست مثلا بذاره یه روزی که اصلا آخر فروردین و کسی تردید نمیکنه. خب من دارم منطق و فلسفه جنگو دارم به شما میگم. خب که واقعا منطق جنگله، یعنی منطق جنگ منطق جنگله. خب بگذاریم مراسم دفن خامنه‌ای میتونم بگم ارزشمندترین مراسمی بوده در طول شاید بگم این 2 قرن از لحاظ اطلاعاتی امنیتی و امریکا خیلی روش فوکاس کرده بود که ببینه کیا میان ادای احترام بکنن، کیا به عنوان چی، به چه عنوانی، به چه سمتی. و دیدید که سردار وحید امیری هم اومد و بعد از چندین ماه غیبت جلوی دوربین ها اومد ظاهر شد، هرچند که نقش پررنگ در پشت پرده داشته از لحاظ مدیریت جنگ. بگذاریم خود جمهوری اسلامی هم حواسش بود که حالا همه رو نیاره یا همه رو یه جا نیاره، یعنی همه مسئولینش رو نیاره یا همه رو یه جا نیاره، چون ترامپ مستقیما تهدید کرده بود جمهوری اسلامی رو و به کنایه گفته بود که به صراحت گفته بود که ما میتونیم مراسم دفن خامنه‌ای رو بزنیم ولی این کارو نمی‌کنیم چون کسی باقی نمونه برای مذاکره. که من همون روز که این ترامپ این حرفو زد یک لایو رفتم، خب و حرفش رو از لحاظ سیاسی تحلیل کردم، یک تحلیل در واقع قاعده‌مند. من تحلیل هام قاعده‌مند، سناریو محور نیست، یعنی مثل مراد ویسی و آرش علایی نیستم قصه تعریف کنم برای مخاطبم، داستان تعریف. من داستان سرای سیاسی نیستم. آرش علایی و مراد ویسی، مخصوصا مراد ویسی، داستان سرای سیاسی هستن، تحلیلگر سیاسی نیستم. من تحلیلام معیار محوره و میام رو معیارها میام تحلیل میکنم. خب چرا ترامپ مراسم دفن خامنه‌ای رو نزد، هم مورد حمله قرار نداد؟ من اینو توی لایو 3 روز پیش گفتم، برید اونو ببینید. اما چرا مجتبی خامنه‌ای نیومد؟ اینو من میخوام توی این لایو بگم به شما. میخوام توی این لایو به شما بگم که چرا مجتبی خامنه‌ای نیومد. اصلا آیا مجتبی خامنه‌ای زنده است یا نه؟ یعنی ما آیا با مجتبی خامنه‌ای که در قید حیات هست روبرو هستیم یا نه؟ اینکه مجتبی خامنه‌ای زنده است یا نه، اینو چندین لایو ویدیو ساختم از جهات مختلف، من بحث رو بررسی کردم مجتبی زنده است یا نه. و به نقل ببینید 3 نفر از سیاستمداران بزرگ دنیا، یعنی بزرگ یعنی مهم، 3 نفر از سیاستمداران مهم دنیا، دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و پیت هگست، این 3 تا هر 3 شون گفتن مجتبی خامنه‌ای زنده است. یعنی من فیلماشون رو گذاشتم توی اون بخش لایو ویدیوها که برید اسکرول کنید بیاید پایین. فیلم شاید 3 یا 5 تا لانگ ویدیو دارم در خصوص اینکه اصلا آیا مجتبی خامنه‌ای زنده است یا نه. تو اون لانگ ویدیوها فیلم‌هایی رو از پیت هگست، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گذاشتم که مصاحبه میکنن، خبرنگار ازشون میپرسه زنده است یا نه، میگن آره مجتبی زنده است، he's alive but his face has been deformed. یعنی این عین جمله پیت هگست وزیر دفاع امریکا هست که میگه که زنده است اما صورتش دفرم شده، یعنی تغییر شکل داده به خاطر بمباران سنگینی که خب 30 تا بمب بوده، جنگنده‌های F-15 امریکا و اسرائیل حمله کردن. البته اسرائیل گفته که امریکا حمله کرده، جنگنده‌های F-15 امریکا بوده. بعید نیست که امریکا فقط نقش داشته، چون امریکا تکنولوژی همچین کاریو داره. کلا به تو زدن و روز خیلی شوک آوری بود. 9 اسفند من وقتی از خواب بیدار شدم، شنبه بود اینجا، از خواب بیدار شدم دیدم که بله به تو زدن و 2 ساعت بعدش هم تنگه هرمز رو بستن و خامنه‌ای حتی مردش هم برای امریکا هزینه گذاشت. مرگ خامنه‌ای مثل مرگ بقیه کسایی که در پروژه‌های رژیم چنج امریکا کشته شدن نبود.
مرگ خامنه‌ای هزینه فوق‌العاده زیادی رو دست امریکا گذاشت و خود خامنه‌ای هم میگفت اگه این دفعه حمله کنید با من جنگ منطقه‌ای میکنیم. و حتی قبل از اینکه مراسم دفنش هم شروع بشه مشخص بود که اصلا اینا مذاکره کردن با امریکا که اون 60 روزه یه هفته فریز بشه، اون مهلت 60 روزه یه هفته فریز بشه و خود دونالد ترامپ هم گفته بود که ما یه هفته به جمهوری اسلامی مهلت دادیم تا خامنه‌ای رو دفنش کنه. نشون میده که این اصلا مذاکره کرده بودن که اون مهلت 60 روزه‌ای که در سوئیس قرار بود مذاکرات فنی ادامه پیدا کنه اون یه هفتهش فریز بشه و محاسبه نشه. در هر صورت خامنه‌ای مثل سایر رهبرانی که در پروژه‌های رژیم چنج امریکا کشته شدن نبود، واقعا کشتنش هزینه برد برای امریکا. میشه گفتش که کشتنش به طور مستقیم 29 میلیارد دلار تسلیحات نظامی امریکا رو تلف کرد. تنگه هرمز بسته شد و بیش از 800 نفتکش کشورهای عربی پشت تنگه هرمز موند و کسی هم فکرشو نمی‌کرد که جمهوری اسلامی هر روز صبح بلند شه بعد مرگ خامنه‌ای هر روز صبح بلند شه کشورهای عربی رو از کویت شروع کنه به امارات زدن. و عراقچی هم قبل از شروع مراسم دفن خامنه‌ای به امریکا گفت اگر به این مراسم حمله کنید ما پاسخ خواهیم داد. و مشخص بود اگر ترامپ به این مراسم حمله می‌کرد اولا حملش بدون بهانه بود چون جمهوری اسلامی قبلش چیزی رو نقض نکرده بود و جمهوری اسلامی به عنوان ذیل ماده 51 که منشور ملل متحد که حق دفاع مشروع رو بهش میداد و داشت همه کشورهای عربی رو از نو میزد. در هر صورت خب خدا رو شکر که جنگ نشد، هرچند که امروز من شنیدم که جمهوری اسلامی 2 تا نفتکش زده در تنگه هرمز، یه کشتی حمل گاز LNG بر قطر زده که الان من در اخبار خوندم که این کشتی در حال انفجار هست در تنگه هرمز و یه نفتکش دیگر هم زده. اینا از مسیر عمان رد می‌شدن، همین دیشب زده یا امروز صبح زده و جمهوری اسلامی بهشون اخطار داده بوده که مسیر رو عوض کنید، مسیر رو عوض نکردن و زده بودش. خب جمهوری اسلامی مسیر جدید عمان در تنگه هرمز رو قبول نداره، میگه این با من هماهنگ نشده این مسیر. بگذاریم چرا مجتبی خامنه‌ای در مراسم دفن پدرش نبود؟ این سوال رو من میخوام جواب بدم. سوال بسیار سوال مهمیه. اگه مجتبی خامنه‌ای یا مجتبی خامنه‌ای باید بگیم نیست یا اگه هست زنده است پس چرا نیومد تو در مراسم دفن پدرش؟ خب 3 تا سیاستمدار دنیا گفتن زنده است و اینها هم از پیش خودشون نمیگن. سازمان اطلاعاتی موساد و سازمان CIA و موساد هر دو به این نتیجه رسیدن که مجتبی خامنه‌ای زنده است. زمانی که خامنه‌ای رو زدن بعد از ظهر 9 اسفند تقریبا میشه شامگاه 9 اسفند ترامپ مصاحبه کرد، گفتش که خامنه‌ای رو زدن و منابع اطلاعاتی میگفتن که خامنه‌ای عکس اون جاسوسای اسرائیل و آمریکا رفتن در محل و عکس گرفتن و فرستادن برای موساد و CIA و نتانیاهو و ترامپ هم به این نتیجه رسیدن که خامنه‌ای واقعا در بمباران 9 اسفند کشته شده. ولی ببینید اگر مجتبی خامنه‌ای کشته شده بود قطعا خود ترامپ و نتانیاهو هم میگفتن کشته شده، یعنی همونطور که خودشون اول از همه خبر دادن که خامنه‌ای کشته شده. من فکر می‌کنم مجتبی خامنه‌ای زنده باشه. اینکه در ملأ عام ظاهر نمیشه، اینکه صدا از خودش منتشر نمیکنه، اینکه در مراسم دفن پدرش شرکت نکرده با اینکه مصطفی مسعود و میثم شرکت کردن. خب مصطفی و مسعود و میثم کلا سالم بودن، یعنی اصلا دیروز دیدید که اومدن خیلی لباسای تحت اصلا کلا سالم اصلا معلوم بود که توی اون بیت نبودن موقع انفجار. ولی خب کفششون خاکی بود که اون کفشای خاکی شده بود سوژه اطلاعاتی برای عکاس‌ها و تحلیلگران امنیتی که اینا کجا بودن، از کجا اومدن، که از کدوم مسیر اومدن که کفششون خاکی شده. این خیلی بحث برانگیز بود و اینها. سید مجتبی خامنه‌ای نبود. خب من یک توجیه اطلاعاتی امنیتی بدم. دوستانی که در حوزه امنیت و اطلاعات کار کردن بهتر میدونن. اولا جمهوری اسلامی مراقب بوده که مراسم دفن خامنه‌ای رو تکمیل نکنه از لحاظ اطلاعاتی، یعنی اگر مجتبی خامنه‌ای می اومد مراسم دفن ارزم به حضور شما که علی خامنه‌ای دیگه میشد تکمیل و به محض ورود مجتبی خامنه‌ای، حتی اگر مجروح هم شده باشه، حتی اگر می‌خواستن فرض کنید یه جوری مجروح شده بود که مثلا 2 نفر بخوان زیر بغلش رو بگیرن بیارنش، در هر صورت اگر مجتبی خامنه‌ای شرکت می‌کرد 2 تا اتفاق می‌افتاد. اتفاق اول احتمالی بود و اون این بود که سریعا حمله پهپادی ممکن بود انجام بشه به شخص مجتبی خامنه‌ای و امریکا این ریسک رو میپذیرفت که مجتبی رو حذف کنه، جمهوری اسلامی رو با بحران جانشینی مواجه بکنه، ولی اینکه حالا دوباره تا 1 ماه بعدش بخواد بجنگه ها. خب
پس مجتبی خامنه‌ای خیلی ارزش داره برای امریکا، برای ترامپ خیلی ارزش داره، چون مجتبی خامنه‌ای هنوز رهبر ایدئولوژیک هست، فرزند امام شهید پیروان جمهوری اسلامی است و نماد میراث ایدئولوژیک پدرش هست. مجتبی خامنه‌ای خیلی سابقه مدیریت امنیتی داشته، همیشه در پس پرده قدرت استیلای قدرت رو داشته، تصمیم گیری های خیلی مهمی رو کرده حتی زمانی که پدرش زنده بود و مجتبی خامنه‌ای خیلی ارزش اطلاعاتی امنیتی برای امریکا و اسرائیل داره. اگر مجتبی خامنه‌ای شرکت، به نظر من مجتبی خامنه‌ای زنده است، اگر مجتبی خامنه‌ای شرکت میکرد توی مراسم پدرش، مراسم طوری میشد، یعنی یه جوری مسئولین تکمیل شده بودن توی اون مراسم که اگر ایالات متحده آمریکا اون مراسم رو هدف قرار میداد، جمهوری اسلامی واقعا با خلأ قدرت مواجه میشد و اگر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای رو از دست بده، واقعا با بحران مواجه میشه، به خاطر خود مجتبی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی بسیار ارزشمنده و باید نهایت دقت رو در حفظ جانش بکنه. اگر مجتبی رو بزنن، کسی که بتونه در بین فرزندان خامنه‌ای اینجوری میراثدار باشه و اینجوری تجربه مدیریت امنیتی داشته باشه، به نظر من فقط خود مجتبی است. حالا اونایی که تو ایران زندگی کردن یا عرضم به حضور شما که نمیدونم چرا طرفداران پهلوی اینجوری دارن صحبت میکنن، من دارم کاملا تحلیل امنیتی بی‌طرفانه میکنم. مجتبی خامنه‌ای حداقل 20 سال مدیریت اطلاعاتی امنیتی داشته در ایران و اینکه بتونه از پشت پرده تصمیم بگیره و کشور رو اداره کنه اصلا در تخصص خود مجتبی است. این یه چیز عجیب غریبی نیست که ما ازش تعجب بکنیم. ولی در هر صورت اتفاقی که میفته این هستش که میبینیم که سه تا پسرای خامنه‌ای میان، مصطفی مسعود، مصطفی از مجتبی بزرگتره و میثم. حالا چرا مجتبی، من میگم مجتبی زنده است، چرا؟ چون که اگر زنده نبود قطعاً هسته نظامی امنیتی که خامنه‌ای بر جای گذاشت، همون هسته اطلاعاتی امنیتی که دست سپاه هست، یکی از همین بچهای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر انتخاب می‌کرد، یعنی مصطفی رو به عنوان رهبر انتخاب می‌کرد. این که خب مصطفی بزرگتر از مجتبی است، این که می‌بینید که با هر سه تا این بچه‌ها میان به جنازه پدرشون ادای احترام می‌کنن و در این عالم هیچ کدوم از این سه تا رهبر نشدن، مجتبی رهبر هست، نشون میده که مجتبی زنده است. چون اگه زنده نبود، من فکر می‌کنم که مصطفی بالاخره هم از لحاظ سنی بزرگتر از مجتبی است، هم اینکه بالاخره میراثدار پدرش میتونه باشه از این بابت. ولی در کل کار ندارم، من اصلا کاری به مسئله دارم تکنیکال بحث میکنم. داستان از این قرار هست که همه منتظر بودن مجتبی بیاد، حتما اسرائیل هم منتظر بوده که مجتبی بیاد. اینها باید اگر مجتبی میومد در نظر داشتن که احتمال دادم بالای 90% مجتبی رو با حمله پهپادی بزنن تا جمهوری اسلامی دچار خلأ قدرت بشه. جمهوری اسلامی هم چون میدونست این داستان رو، برای اینکه دچار خلأ قدرت نشه مجتبی رو نیاورد و مجتبی غایب بود، یا بهتر بگم مجتبی یکی از غایبان اصلی حلقه اطلاعاتی امنیتی بوروکراتیکی بود که اطراف خامنه‌ای رو گرفته بود و می‌بینید که مجتبی نبود. باقر قالیباف بود، باقر قالیباف، حتی سردار وحیدی بود، همه اومده بودن. کسایی که تصمیم گیرنده هستن، در ظاهر اون چیزی که ما میدونیم تصمیم گیرنده هستن، اومده بودن، یه فرصتی رو برای امریکا درست کرده بودن که امریکا بزنه، ولی امریکا براش زمانی ارزش داشت این مراسم رو مورد هدف قرار بده و اون جنگ بعد از مراسم رو به جان بخره که مجتبی توی این مراسم باشه. و چون مجتبی توی این مراسم نبود، دیگه امریکا اون ریسک جنگ رو تحمل نکرد و فایده نداشت براش. و خود عراقچی هم گفته بود اگه این دفعه مجتبی رو بخواید بزنید یا این مراسم رو بخواید بزنید، جنازه خامنه‌ای رو بخواید بزنید، ما پاسخ محکم خواهیم داد، که قطعا همینم میشد. یعنی آمریکا میزد ایران با هایپرسونیک، به نظر من لندن یا پاریس رو میزد که دیگه اروپا رو هم درگیر کنه، دیگه نمیومد کویت و بحرین رو بزنه. دیگه کویت و بحرین دیگه خیلی لوس شده، دیگه خیلی چیز شده، دست پایین شدن اینا برای اینکه پاسخ بده در برابر حمله به کل مسئولین در مراسم دفن خامنه‌ای. جمهوری اسلامی به نظر من به احتمال قوی با هایپرسونیک لندن یا پاریس رو هدف قرار میداد که بگه که خب اینم دستپخت ترامپ هست، دونالد ترامپ دستپختش اینه. در هر صورت داستانی که اتفاق افتاده این هستش که مجتبی خامنه‌ای نیامد. خب پس دلیل اول این بود که احتمال بالای 90% حمله پهپادی می‌کرد امریکا و اسرائیل، چون براش می‌صرفید مجتبی رو بزنه.
جمهوری اسلامی رو دچار خلأ قدرت بکنه، ولی اینکه قرارگاه خاتم هم بیاد پاسخ فرامنطقه‌ای بده، این برای آمریکا میصرفید. مشتاق جمهوری اسلامی همین میدونست که مشتاق نیورد. دوم، اگه مشتاق میومد ولی اینکه مشتاق هدف قرار نمیگرفت، خب به قول پیت هگست وزیر دفاع آمریکا his face has been deformed، یعنی صورتش دفرم شده. مشتاق اگر میومد و مثلا فرض کنید جراحت رو بدنش مشخص میشد، چون میدونید که خبرنگاران خارجی هم که دیگه همه جوره عکس میندازن دیگه، تمام این عکس‌ها ارزش اطلاعاتی داشت برای موساد و CIA، دقیقاً تشخیص میدادن که مشتاق از چه ناحیه‌ای مجروح شده و صورت و بدن مشتاق خامنه‌ای ارزش اطلاعاتی پیدا می‌کرد برای امریکا و اصلا در معرض قرار گرفتن مشتاق خامنه‌ای جلوی دوربین خیلی از معماهای اطلاعاتی رو برای سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی MI6 موساد و CIA حل می‌کرد. خب میدونید که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران دو سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن. بسیار اینا هم که خر نیستن که باهوشن، میفهمن که اگر مجتبی خامنه‌ای چه صداش چه تصویرش منتشر بشه، خیلی از معماهای اطلاعاتی که موساد و CIA دنبالش هست اینها معماها حل میشه و مجتبی باید یک معما بمونه تا بتونه رهبری بکنه. این خیلی مهمه. عرضم به حضور شما که مجتبی باید یک معما بماند تا بتواند رهبری کند. ولی اون چیزی که من به طور قطع میتونم بگم این هستش که مجتبی زنده است، واقعا زنده است. چرا؟ چون اگه زنده نبود مصطفی رهبر بود. و همین که مسئولین جمهوری اسلامی و بچهای خامنه‌ای سر قدرت با هم رقابت ندارن، یعنی مجتبی زنده است و قدرت رو در دستش گرفته، منتها فعلا در یعنی بحران جانشینی وجود نداره. یکی از دلایلی که خبرگزاری اکسیوس، حالا یا اکسیوس میگن یا اکسیوس میگن، بارها گفته که مشتاق خامنه‌ای زنده است، از تحلیل همین مسئله است که میگه چون جمهوری اسلامی دچار بحران جانشینی نیست و بحران جانشینی رو هم تو هم هفته اول جنگ حلش کرد، مجتبی رو آورد و نخبگان حاکم مثل حسن روحانی، مثل سید محمد خاتمی، مثل حسن خمینی، مثل صادق لاریجانی سر رهبری با هم درگیر نیستن، اصلا همینه دلیلش، چون که مجتبی زنده است. و ببینید اکسیوس یک خبرگزاری است، یک خبرگزاری اطلاعاتی امنیتیه. ببینید کسایی که کاری اطلاعاتی امنیتی کردن میفهمن. حالا اگر مخاطب این لایو هستن یا بعدن این ویدیو رو در بازپخش میبینن، اگر کار اطلاعاتی امنیتی کرده باشید کاملا مشخص میشه براتون که باید پازل ها رو دور هم بچینید، بعد ببینید که از برآیند این داده ها، آنالیز داده ها، به جواب سوالتون میرسید. یعنی نیاز نیست حتما یه مخبری یا جاسوسی یا یه پهپاد جاسوسی بفرستید جمهوری اسلامی بفهمه مجتبی زنده است یا نه. میاد داخل جمهوری اسلامی رو کالبد شکافی میکنید، میبینید که هیچ کدومشون سر جانشینی علی خامنه‌ای با هم درگیر نیستن. بعد میفهمید که نه، واقعا مجتبی خامنه‌ای زنده است. این مسئله بعد مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در توافق اسلام آباد که قالیباف و عباس عراقچی بودن، اینا توی مقطعی از مذاکرات، اون موقع که با جدی ونس برای بار اول رفتن برای مذاکره بعد از اعلام آتش بس، اینا رفتن اوایل محاصره دریایی، رفتن اسلام آباد و یه سری متنی بوده می‌خواستن به توافق برسن که جدی ونس تو اون دور اول گفت مذاکرات با شکست مواجه شد. اگه خاطرتون باشه گفت مذاکرات موفق نبود، نگفت با شکست، ولی گفت موفق نبود. می‌خواستن یه چیزی رو بگیرن. باقر شاه میگه که ما باید از رهبرمون مجتبی خامنه‌ای اجازه بگیریم، یعنی این مسئله رو باید به اطلاع مجتبی خامنه‌ای برسونیم و به خاطر مسائل اطلاعاتی امنیتی اینا نمیتونستن تماس بگیرن ایران و اون مسئله رو به مجتبی خامنه‌ای بگن. گفتن ما باید بریم ایران با خود مجتبی برسونیم این مسئله رو بهش. و جالبه یکی از دلایلی که مجتبی خامنه‌ای زنده است خیلی مهمه. ببینید آمریکا مجتبی خامنه‌ای رو به رسمیت شناخته در دو جا. خب ترامپ مجتبی خامنه‌ای در دو جا به رسمیت شناخته. یک، قبل از اینکه توافق اسلام آباد امضا بشه به صورت الکترونیکی بین ترامپ و مسعود پزشکیان، من خودم دیدم تو دفتر بیضی شکل کاخ سفید یکی از خبرنگاران از ترامپ میپرسه که این توافق اسلام آباد عین سوال خبرنگار و عین حرف ترامپ من دارم به شما میزنم تو بخش شورت ویدیوها. من اون روز آوردم به عنوان اخبار روز و تحلیلش هم کردم. شورت ویدیوهای من اخبار روز و تحلیل کوتاه خبر هست. گفت میگه که این توافق اسلام آباد به تایید مجتبی خامنه‌ای رسیده یا نه. این حرف ترامپ هست، میگه که آره مجتبی تایید کرده. این حرف ترامپه، یعنی میگه که مجتبی تایید کرده. خب مجتبی زنده است، رئیس جمهور آمریکا که نمیاد سر یه مرد خیالی
یا آدم خیالی که اون دنیاست بگه این تایید کرده، که اونم یه توافق به این مهمی که تنگه هرمز رو برای عرب‌ها و آمریکا باز می‌کرد خیلی مهم بود. پس بنابراین مجتبی از نظر ترامپ زنده است و واقعا هم زنده است. حالا اینکه چرا نیومده در مراسم دفن پدریش، این یه داستان دیگه است که من سوال پاسخ اطلاعاتی امنیتیش رو دادم بهشون، حالا در ادامه پاسخش رو تشریح خواهم کرد. خب یه جای دیگه اینا میان توافق اسلام آباد رو میخوان امضا کنن. خب جمهوری اسلامی خود به تأخیر میندازه امضای توافق اسلام آباد رو. قبل از اینکه ترامپ و پزشکان به صورت الکترونیکی، یعنی پزشکان در کاخ ریاست جمهوری ایران و کاخ مرمر و همینطور ترامپ هم در کاخ ورسای در پاریس بخواد اینو امضا کنه، جمهوری اسلامی خورده به تعویق انداخته بود این مراسم امضای این توافقنامه اسلام آبادو. ترامپ میاد چیکار میکنه؟ یه نامه مینویسه. ترامپ نامه مینویسه، خیلی مهمه. دولت ایالات متحده آمریکا نامه مینویسه، میره به قاسم منیر. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستانه. حالا من باید یه لایو مستند هم بسازم در خصوص قاسم منیر که اصلا چرا قاسم منیر انقدر تلاش کرده، اصلا یه فرمانده ارتش چرا انقدر تلاش دیپلماتیک سیاسی میکنه، خیلی مهمه. اینا هم مثلا داستانی داره قاسم منیر. حالا دوستانی که پاکستان رفته باشن میدونم، من خودم پاکستان رفتم، اونجا از نزدیک جو پاکستان رو دیدم. قاسم منیر یه آدمیه که من اینو تو پرانتز بگم برگردم به داستان اصلی. قاسم منیر یه آدمیه که درسته فرمانده ارتشه، ولی در پاکستان فرمانده ارتش هم مجاز که هیچی، مکلف کار سیاسی بکنه، مکلف کار امنیتی بکنه و مجاز و مکلف از کار دیپلماسی خارج از کشور رو انجام بده. یعنی قاسم منیر به عنوان فرمانده ارتش میتواند قانونا کارهای دیپلماتیک مثل وزارت وزیر امور خارجه رو هم انجام بده. خب پاکستان خیلی سرویس اطلاعاتی امنیتی قوی داره، فوق العاده است. بگذاریم قاسم منیر یه نامه‌ای رو از کاخ سفید میاره، میده به دست همین عراقچی قبل از اینکه توافق بین ایران و آمریکا امضا بشه، توافقنامه اسلام آباد. این نامه خطاب به پزشکیان و باقرشاه و عباس عراقچی و سپاه و این چیزا نبوده. این نامه خطاب به سید مجتبی خامنه‌ای بوده. خیلی مهمه. پس مشخصه که مجتبی خامنه‌ای زنده است که اینا امریکا خطاب به مجتبی خامنه‌ای نامه نوشته و این فوق العاده مهم هست. یعنی هم اینا یعنی طرف توافق، یعنی دونالد ترامپ میدونسته که اصل کار مجتبی خامنه‌ایه، هم در اتاق بیضی شکلش در کاخ سفید داره به خبرنگار میگه که مجتبی خامنه‌ای این توافق رو تایید کرده، هم این که اینا اصلا قبل از امضای توافق اومدن به خود شخص مجتبی خامنه‌ای نامه نوشتن خطاب به مجتبی و این نامه هم دادن به مهمترین مقام اطلاعاتی نظامی خاورمیانه، یعنی قاسم منیر. یعنی قاسم منیری که مهمتر از شهباز شریفه، متوجهید؟ یعنی مهمتر از نخست وزیر پاکستان هست. و اینا آوردن این نامه رو دادن، آوردن ایران. قاسم منیر داده به عباس گفته عباس تو اینو بده به مجتبی خامنه‌ای و اصلا خطاب به باقرشاه ندادن. این خیلی مهمه اون نامه رو. و بعد دیگه هماهنگی‌ها انجام شده برای اینکه توافقنامه اسلام آباد امضا بشه. پس مجتبی خامنه‌ای 100% زنده است، چون اگر زنده نبود قطعا مصطفی، یعنی احتمال 99% مصطفی داداش بزرگش رهبر میشد، رهبری از خانواده خامنه‌ای نمیومد بیرون. ببینید اگر رهبری جمهوری اسلامی به شکل ایدئولوژیکش که شخصیت سید علی خامنه‌ای بود بخواد ادامه پیدا کنه، نباید از خانواده خامنه‌ای بیاد بیرون. این خیلی مهمه از لحاظ ایدئولوژیک و فلسفی. برای جمهوری اسلامی از دستگاه مختصات فکری جمهوری اسلامی بخوایم حساب کنیم، رهبری نباید از خانواده خامنه‌ای بیاد بیرون، چون که اون شکل ایدئولوژیکش رو از دست میده، اون دفرم میشه. مثلا اگه رهبری رو بدم به سید حسن خمینی یا بدم به حسن روحانی، دیگه اون ایدئولوژی های خامنه‌ای زنده نخواهد بود در رهبر بعدی. به خاطر همین اگر مجتبی خامنه‌ای زنده نبود، قطعاً احتمال 99% مصطفی خامنه‌ای، سید مصطفی خامنه‌ای رهبر میشد تا اون معیارهای ایدئولوژیک پدرش رو بتونه در رهبر سوم جمهوری اسلامی محقق کنه. به خاطر همین به نظر من از لحاظ ایدئولوژیک اتفاقی که عرضم به حضور شما که باید بیفته برای جمهوری اسلامی اینه که رهبری نباید از خانواده خامنه‌ای بره بیرون، وگرنه شکل ایدئولوژیک خودش رو از دست میده. حتی کسایی مثل صادق لاریجانی یا هر کس دیگه نمیتونن اون شکل ایدئولوژیک رهبری که خامنه‌ای از خودش ساخته بود رو حفظش کنن. و دو تا گزینه اینجا خیلی نزدیک است به خامنه‌ای، یکی مجتبی خامنه‌ای، یکی هم مصطفی خامنه‌ای. پس اگه مجتبی خامنه‌ای زنده نبود، قطعا مصطفی خامنه‌ای باید رهبر میشد. تا اون فریم ایدئولوژیک یک کاراکتر رهبر که خامنه‌ای از خودش ساخته بود، اون بتونه در رهبر سوم ادامه پیدا بکنه. وگرنه حسن روحانی و حسن خمینی و صادق لاریجانی این سه تا گزینه جدی رهبری بودن که اینا آدمای میتونم بگم ایدئولوژیک نیستن، یعنی مثل خامنه‌ای ایدئولوژیک نیستن. علی لاریجانی مثل خامنه‌ای ایدئولوژیک بود. خب علی لاریجانی آخوند نبود،
لباس آخوندی نداشت، ولی خب ستون فقرات خامنه‌ای بود دیگه. یعنی به خاطر همین هم آمریکا زدش. یعنی من میتونم بگم که من همون موقع یه دونه لانگ ویدیو ساختم و گفتم که چرا علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی بازوی ژئوپلیتیکی علی خامنه‌ای بود. کسی بود که میتونم بگم که قاسم سلیمانی دوم بود علی لاریجانی، اینجوری من به شما بگم. حالا قاسم سلیمانی بیرون از ایران تو محور مقاومت بود، ولی علی لاریجانی هم در داخل ایران تمام سازمان‌های حکومتی رو به هم متصل کرده بود و هم در بیرون ایران محور مقاومت رو داشت نگه می‌داشت. به خاطر همین اسرائیل میدونست تا زمان که علی لاریجانی زنده است نه حماس تسلیم میشه نه حزب الله خلع سلاح میشه. به خاطر همین اسرائیل علی لاریجانی رو زد. اینا آنالیز دارن از شخصیت جمهوری اسلامی. شما فکر نکنید یکی رو بیخود میزنن یا یکی رو میخوان، چون میدونستن باقر شاه باشون مذاکره میکنه زنده نگهش داشتن. خود ترامپ هم میگه من اگر مراسم دفن خامنه‌ای رو میزدم کسی نبود برای مذاکره. هرچند که اگه این مراسم رو میزد واقعا آمریکا باید بهای سنگینی میداد. واقعا بهای سنگینی باید میداد. در هر صورت جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی، از بس اینجا ما ترکیه گفتیم، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه نیت، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و همینطور وزارت اطلاعات، اینا دقت دارن که اگر یک مراسمی خیلی هم مهم باشه مثل مراسم دفن خامنه‌ای، نباید این مراسم رو 100% از لحاظ اطلاعاتی تکمیلش کنن. اگر ارزم به حضور شما که تکمیلش بکنن احتمال حمله رو میبرن بالا، طمع دشمن رو افزایش میدن و هم طمع اطلاعاتیش رو افزایش میدن. میگم موساد، حالا دوستان که اول لایو نبودن من اینو بهشون میگم، مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ یعنی چی کجاست؟ قرار بود که همه بفهمن بدونن کجاست که دیگه هدف قرار میگرفت. میگم مجتبی خامنه‌ای، ببین ساختار رهبری در جمهوری اسلامی باید به شکل اون رهبری ایدئولوژیکی که خامنه‌ای داشته ادامه پیدا کنه، وگرنه جمهوری اسلامی دچار بحران جانشینی خواهد شد. یعنی یک آرمان‌های ایدئولوژیکی خامنه‌ای داشت. ببین خامنه‌ای خودش کشته شد، خب محورهای ایدئولوژیکیش زنده است، سازمانش هم زنده است. خب خون خودش رو بها قرار داد برای زنده نگه داشتن حلقه بوروکراتیک امنیت ایدئولوژیکی اطراف خودش. این بها رو داد. خب و اگه بخواد اون ایدئولوژی خامنه‌ای زنده باشه و ادامه بده، یعنی رهبری خامنه‌ای ادامه بده، باید خامنه‌ای پسر بیاد. حالا این خامنه‌ای پسر تا مجتبی زنده است، مجتبی خامنه‌ای رهبر خواهد بود. اگر مجتبی زنده نبود قطعا مصطفی خامنه‌ای رهبر بود. یعنی شما شک نکنید اینکه خود مصطفی خامنه‌ای و میثم و مسعود خامنه‌ای میان توی این مراسم شرکت میکنن دلیل بر اینه که مجتبی زنده است. اتفاقا حالا دیدگاه‌های پوپولیستی میگن که مجتبی مرده که نیومده. آدمای ساده و آدمایی که به ظاهر قضیه نگاه میکنن میگن مجتبی مرده بود که نیومده بود، اگه زنده بود که میومد. مگه این مراسم ترحیم عادیه که مثلا همه برن توی مسجد مثلا پسره نیاد بگن خب نیست که نیومده دیگه؟ نه، اتفاقا مجتبی خامنه‌ای زنده است. مجتبی خامنه‌ای مجروح شده، اگه بیاد هر جراحتش میتونه یک داده اطلاعاتی برای موساد و CIA و MI6 باشه. قطعا این سه سازمان اطلاعاتی جاسوسی MI6 موساد و CIA منتظر بودن قیافه مجتبی رو ببینن که آنالیز بکنن از لحاظ دیتا. و جمهوری اسلامی هم خر نیست که مثلا بیاد اون نفر اولش رو بیاره بذاره تو این مراسم، هرچند که پدر طرف قرار بهش نماز بخونن، یعنی به خامنه‌ای پدر قرار بوده نماز بخونن. جمهوری اسلامی خر نیست که بیاد مراسم رو از لحاظ اطلاعاتی تکمیل کنه برای سرویس‌های جاسوسی دنیا و این خیلی مهمه. یعنی شما باید دقت داشته باشید که مجتبی خامنه‌ای اتفاقا حالا که نیومده توی مراسم دفن پدرش قطعا زنده است که نیومده، چون ارزش اطلاعاتی داره. یعنی حتی اگر یه خط افتاده باشه رو پیشون، یعنی شما فرض کنید مجتبی کاملا سالم باشه، خب ولی یه خط افتاده باشه روی صورت مجتبی، این خط میتونه یک سورس اطلاعاتی، یعنی یک دیتا سورس باشه برای MI6 CIA و موساد. رو همین یه خط میتونن اینا کلی اطلاعات درارن. کما اینکه سه تا پسر خامنه‌ای، مصطفی، مسعود و میثم، اومدن با کفشای خاکی اومدن، سالم بودن. خیلی مسئله مهمیه. من اینجا از اخبار، از خبرگزاری ایندیپندنت نیوز این رو سوژه قرار داد. ببینید ایندیپندنت نیوز برای اروپاست و عرضم به حضور شما که نه، اون فیلمایی که مجتبی تو اینستاگرام همش فیلمای هوش مصنوعیه. مجتبی اصلا نبوده توی مراسم، اصلا نبوده. مجتبی در همون در واقع پناهگاه خودش هست، در همون جایی هست مخفیگاه، حالا در مخفیگاه خودش هست. سه تا پسرش اومدن سالم بودن، سه تا پسر خامنه‌ای اومده سالم بوده، خب سالم بودن، کفششون خاکی بوده. از رو کفشای خاکی سه تا بچهای خامنه‌ای کلی دیتا تحلیل کردن
که اینجا من توی خبرگزاری ایندیپندنت نیوز من دیدم، تو خبرگزاری خارجی که آره گفتن شاید مثلا اینا مخفیگاهشون مثلا کجاست که اینا یا از جاده‌ای که اومدن خاک بوده چی بوده. حالا شما فرض کنید خود مجتبی خامنه‌ای بیاد مجروح بیاد یا مثلا میگم اصلا سالم بیاد، یه دونه خط روی پیشونیش باشه مجتبی خامنه‌ای، اینا اون از اون خطه چقدر دیتا استخراج میکنن. بعد دوربین هایی که سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی دارن، اینا دوربینای خیلی با کیفیت سریع میاد زوم میکنه رو سوژه و اصلا کلا عکس رو آنالیز شده میفرسته برای سنتر، برای مرکز اطلاعات داده. به خاطر همین اصلا مجتبی خامنه‌ای قطعا زنده است که نیومده، یعنی اگر میومد اصلا نمیشه، یعنی از لحاظ موازین حفاظت اطلاعاتی نباید میومد. خب این حالا یه سری تحلیلگرا توی یوتیوب میگن که آقا زنده نبوده که نیومده. خب احمق، تو چقدر پوپولیستی نگاه می‌کنی به قضیه؟ مگه مجلس ترحیم ساده است تو مسجد محله‌شونه که مثلا نیاد معلوم بشه زنده نیست؟ نه، امنیتی ترین رویداد ایرانه، یعنی مراسم دفن خامنه‌ای من به نظر من امنیتی ترین و ارزشمندترین رویداد ایران بوده در طول تاریخ ایران، از لحاظ دیتایی که میداده به دشمن، از لحاظ این دیتا ارزشمندترین سورس اطلاعاتی بوده. آخه شما مثلا میخواید مجتبی خامنه‌ای که هستی اصلی جمهوری اسلامی هست و اگر حذف بشه جمهوری اسلامی ممکنه دچار خلأ قدرت بشه، اونو بیارن توی مراسم دفن باباش؟ نه اصلا. همین به نظر من همین که نیومده دلیل بر زنده بودنش است. این مسئله بعد این که من دارم استناد میدم به خود حرفای ترامپ، اصلا کاری ندارم به اطلاعات سپاه و نمیدونم خبرگزاری تصنیم و فارس، اصلا کاری ندارم. ترامپ نامه نوشته خطاب به مجتبی خامنه‌ای داده، به آسمانی رو ورده داده دست عباس سراغچی، یعنی حتی نامه‌ای که قبل از امضای توافقنامه اسلام آباد خطاب به ایران نوشتن خطاب به باقرشا ننوشتن، باقرشا که مذاکره کننده اصلی بوده، خطاب به مسعود پزشکیان ننوشتن، خطاب به عباس ننوشتن، خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای نوشتن. اینا مجتبی خامنه‌ای براشون مهمه چون که میدونن حالا ترک‌ها میگن ابت یعنی تایید نهایی توافقات و مخصوصا توافق سیاسی به این مهمی رو باید مجتبی انجام بده. و مثل پدرش که تایید نهایی برجام رو داد و برجام بدون تایید خامنه‌ای اصلا برجام نمیشد. حسن روحانی و ظریف آخر سر تایید خامنه‌ای رو گرفتن که برجام امضا کردن. حالا در هر صورت مجتبی زنده است. منابع اطلاعاتی امنیتی کشورهای عربی همینطور اسرائیل، امریکا و انگلستان برآورد قطعیشون از زنده بودن مجتبی هست و مجتبی اگر میومد در مراسم دفن پدرش قطعاً سورس اطلاعاتی بسیار ارزشمندی میشد برای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی دنیا و این خیلی خطرناک بود برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نباید تمام اطلاعات امنیتیش رو در خصوص رهبرش بده. الان مجتبی خامنه‌ای چه اهمیتی داره برای جمهوری اسلامی؟ مجتبی خامنه‌ای حل کننده بحران جانشینی، یعنی مجتبی خامنه‌ای نقشش فقط رهبر نیست. مجتبی خامنه‌ای باعث میشه که بقیه نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی بر سر رهبری با هم درگیر نشن. این خیلی مهمه، یعنی اگر مجتبی خامنه‌ای نباشه ما ممکنه که درگیری بین نخبگان حاکم در ایران رو ببینیم، بین مثلا سید حسن خمینی و حسن روحانی و صادق الهی. درگیری نه اینکه حالا درگیری مسلحانه، نه، درگیری یعنی که رقابت. خب به خاطر همین مجتبی خامنه‌ای نقشش برای اطلاعات سپاه و نیروهای امنیتی ایران خیلی مهمه، باعث میشه که اولا ایدئولوژی علی خامنه‌ای ادامه پیدا کنه، شخصیت ایدئولوژیک علی خامنه‌ای ادامه پیدا کنه. ببینید شخصیت ایدئولوژیک یعنی کسی که نزدیکترین تصمیمات رو میتونه به خود علی خامنه‌ای بگیره، همین مجتبی خامنه‌ایه و به خاطر همین مجتبی رو گذاشتن. اگر مجتبی زنده نبود قطعا باید مصطفی خامنه‌ای رهبر میشد که بزرگتر از اونه، چون اینا باید رهبری رو نزدیک به از لحاظ کاراکتر نزدیک به خود علی خامنه‌ای نگه دارن تا رهبری ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی حفظ بشه. جدای از این مجتبی خامنه‌ای جلوگیری می‌کند از رقابت سیاسی نخبگان حاکم داخل جمهوری اسلامی بر سر مسند رهبری. این خیلی برای اطلاعات سپاه مهم هست و اطلاعات سپاه هم اینو میدونه و نمیاد مجتبی خامنه‌ای که مهمترین برگ برندش هست بیاره اونو تو مراسم تدفین پدرش. حالا خیلی وقتا پیش میاد مثلا یه پسری با اینکه پدرش رو خیلی دوست داره نتونه بره تو مراسم دفن پدرش شرکت کنه، اون یه مسئله دیگری است. ولی از لحاظ اطلاعاتی امنیتی کار اشتباهی بود اگه میآوردنش، اصلا کار اشتباهی بود اگه میآوردنش. احتمال حمله و جنگ دوباره رو زیاد میکرد، احتمال اینکه امریکا طمع کنه سریع حمله پهپادی بکنه، بعد ایران هم باید جواب میداد، اصلا این چیز افتضاحی میشد، یعنی دوباره جنگ شروع میشد. به صلاح هیچکی نبود که مجتبی رو دوباره بیارن توی این جلوی دوربین. اونم مجتبی که اصلا از زمانی که رهبر شده تا الان جلوی دوربین قرار نگرفته. اونم میگم به خاطر اینکه حالا پیت هکست گفته بود his face has been deformed، یعنی صورتش دفرم شده
و به خاطر همین دفرم شدن صورتش شاید هر خراشی میتونه یه برآورد اطلاعاتی امنیتی به موساد و CIA بده و باعث بشه که اینا تخمین بزنن حملهشون در چه مقیاسی تاثیر داشته، حمله که به بیت خامنه‌ای داشتن. خیلی اینا من تحلیل اطلاعاتی امنیتی کردم و اصلا سناریو نگفتم. آنالیز دیتایی که همون خبرگزاری اکسیوس میاد آنالیز میکنه، من همونجوری آنالیز کردم براتون که بی‌طرفانه ام، یعنی اصلا کلا نه من طرفدار جمهوری اسلامی، نه طرفدار اپوزیسیونش ام، نه طرفدار آمریکا و اسرائیل ام، کلا به عنوان بی‌طرف مثل آنالیزور فوتبال اومدم بیرون زمین دارم براتون آنالیز میکنم.